آژانسی مبارزه با فساد در منطقه کولاب 5 افسر میلیسا را با گمان رشوه‌خواری، قلابی، سوء استفاده از وکالت و ساختکاری بازداشت کرده است. نسبت موین سردار شبکه در نوریه نصیر اقسلام سنهیجانی نوزیم با مدل 314-323 سه کارمند دیگر شعبه کارهای داخلی واسه برای طلب مبلغ از یک گمانبر بازداشت شدند. 8000 درصد از 3 نفر گرفته گرد. یکی خیلی به طرز نسبتشون از مدل 319 قسم سیاحتی پرونده جنایتی آغاز در تفتیش قرار دارد. مقامات گفتند که تفتیش پرونده 5 کارمند میلیسا ادامه دارد. نظر میلیساها و وکیلان دفاعشان هنوز دسترس نشده است. از این پیشتر دادستانی ولایت ختلان گفت که در نیم سال گذشته 14 کارمند میلیسا را در ولایت برای قانون شکنی های گوناگون از کار راندند.